سلام و همراهان عزیز، دکتر معصومه سلامتی هستم، متخصص رادیولوژی سونوگرافی با گرایش تخصصی و تصویربرداری از بیماری‌های پستان. از مرکز تابش پرتو در خدمتتون هستم. در هفته آگاه سازی در زمینه سرطان پستان قرار داریم. در این چند کلیپ کوتاه سعی می‌کنم مواردی رو که اکثر عزیزان مد نظرشون هست و سوالات تخصصی در این زمینه هست پاسخگو باشم. ماموگرافی چیه و چرا اینقدر مهمه؟ چرا اینقدر روی اون تاکید میشه؟ یک روش تصویربرداری از بافت و نسج پستانی با کمک اشعه ایکس هست. اگر بخواهیم تنها یک روش برای ارزیابی بانوان از سن 40 سال به بالا توصیه کنیم، ماموگرافی اولین پیشنهاد ما هست. روش غربالگری یعنی چی؟ یعنی ارزیابی یک قسمت از بدن یک فرد با روشی که ضایعات رو در مراحل اولیه به ما نشون میده. فردی که در ظاهر سالم هست و شکایت و مشکلی نداره، لمس توده نداره، ترشح ادنوک پستان یا تغییر در بافت پستانی رو ذکر نمیکنه. پس روش غربالگری سرطان پستان در یک فرد سالم، در یک بانوی سالم فرق نمیکنه که متأهل باشه یا مجرد باشه، بعد از 40 سالگی ماموگرافی است.